میدونی یه چیزی توی زندگی هست که خیلی وقتا دست کم گرفته میشه. کلام. همون چیزی که هر روز باهاش حرف میزنیم، شوخی میکنیم، غر میزنیم، قول میدیم، دروغ میگیم، تشویق میکنیم. همون کلمه‌هایی که از دهنمون در میاد و فکر میکنیم فقط صدا هستن، اما در واقع دارن دنیامونو میسازن. آره، همین کلمه‌ها میتونن یه روزت رو قشنگ کنن یا نابودش کنن. یه جمله ساده مثل دمت گرم میتونه حال یکی رو تا چند روز خوب نگه داره و یه تو به درم نمیخوری میتونه امید یکی رو برای همیشه بکشه. این قدرت کلامه، چیزی که ازش غافلیم ولی هر لحظه داره اثر میذاره. فکر کن چند بار یه نفر فقط با گفتن یه جمله مثبت باعث شده باور کنی که میتونی. اون لحظه ها که شک داشتی، خسته بودی، ناامید بودی و یکی فقط گفت من بهت ایمان دارم. همون یه جمله چقدر دلتو گرم کرد. حالا برعکسش، چند بار با شنیدن یه حرف منفی انگیزت دود شده رفته هوا. همینه دیگه، کلام مثل یه چاقوه، هم میتونه نجات بده هم زخمی کنه. بستگی داره چجوری ازش استفاده کنی. جالبترش اینه که خطرناکترین کلام اونیه که با خودت داری، همون گفتگوی درونی. اون صدای ریزی که توی ذهنت میگه نه بابا تو نمیتونی، اون بهتر از توه، ولش کن ارزش نداره. اون صدای لعنتی رو میشناسی؟ آره، همون که قبل از هر کاری سعی میکنه منصرفت کنه. ولی اگه یه روز تصمیم بگیری جوابش رو بدی و بگی نه اشتباه میکنی، من میتونم، اونجاست که زندگی شروع میکنه تغییر کردن. چون مغزت با هر چیزی که میگی برنامه‌ریزی میشه. هرچی بیشتر بگی من نمیتونم، واقعا نمیتونی. هرچی بیشتر بگی من قویم، مغزت باور میکنه که قوی. یعنی با کلمه‌هات داری آینده‌تو مینویسی، هر روز، هر لحظه، با هر جمله. پس حواست باشه چی میگی، نه فقط به بقیه، بلکه به خودت. به جای من بدبختم، بگو من در حال رشد کردنم. به جای من شکست خوردم، بگو من یاد گرفتم. شاید اولش مصنوعی به نظر بیاد، ولی کم کم باورش میکنی و اون باور واقعیت میسازه. کلام یه جور ارتعاشه. وقتی چیزی رو با احساس و باور میگی، اون انرژی رو به جهان میفرستی و جالبه که جهان همیشه جواب تو میده. اگر ته دل بگی من لیاقت خوشبختی دارم، کم کم موقعیتایی میان سراغت که بهت ثابت کنن راست گفتی. اما اگه همیشه بگی من بدشانسم، خب حدس بزن چی میشه؟ دقیقاً همون اتفاقات تکرار میشن. بیا یه تمرین ساده کنیم. از فردا حتی برای یه روز فقط حرفای مثبت بزن، با خودت، با بقیه. به جای غر زدن تشویق کن، به جای شکایت شکر کن، به جای گفتن سخته بگو میارزه. ببین چجوری ذهن تو حالت عوض میشه. یادت باشه تو با کلامت انرژی میفرستی. پس با حرفات عشق بفرست، امید بفرست، باور بفرست. نذار کلاماتت فقط پرشن از خستگی و ترس، چون در نهایت همون حرفا میان و دورتو پر میکنن. هر وقت میخوای حرفی بزنی، قبلش یه لحظه فکر کن. این حرفم باعث رشد میشه یا باعث درد؟ اگه قرار زخمی بزنه، سکوت کن. ولی اگه قرار امید بده، حتی اگه کوچیکه، بگو. شاید تو ندونی، ولی یه جمله تو میتونه زندگی یکی رو عوض کنه. در آخر یادت نره، کلام تو مثل بذر میمونه. هر چی میکاری همونو برداشت میکنی. پس زیبا بگو، با عشق بگو و مطمئن باش که جهان با همون عشق بهت برمیگردونه.